یه مقدار بحث جدیه. تا آخر گوش کنید، دوست داشتید سابسکرایب اون کنید، لایک اون کنید، نظراتتون هم برام کامنت کنید. من توی این بحث میتونم یه مقداری عمیق‌تر در واقع باهاتون صحبت کنم، چرا چون خودم مزه این در واقع چالش زندگی رو چشیدم. یک جمله‌ای رو چند روز پیش برای من خوندن و فرستادن و موضوعش این بود که در واقع عشق دوم بودن، فرد دوم زندگی کسی شدن. نه منظورش این نبود که افرادی که حالا مثلا همسر دارند یا مثلا خودشون داخل رابطه هستن و دنبال تنوع میگردن، نه، منظورش اینایی بود که کسایی که شکستای عشقی خوردن، طلاق گرفتن یا بر اساس یه حادثه شریک زندگیشون از دست دادن و حالا وارد یه رابطه دیگه میشن و فردی که میاد به عنوان شخص دوم زندگیشون هست و میگفت که ماهایی که برای بار دوم وارد زندگی کسی میشیم از عشق اول دریغیم، از انواع نگاه‌های عاشقانه، از حسرت خوردن‌ها، از نمیدونم شور و اشتیاق‌ها واسه دیدنشون، از این جور جمله‌ها. تو آخر این ویدیو در حد 3 ثانیه من میذارم این متن رو، اسکرین شاتش رو میگیرم و میذارم، یه حالا موزیک هم 100% براتون میذارم. ببینید، انسان‌ها وقتی وارد دنیای بزرگسالی میشن، تو یک ویدیو دیگه من گفتم 30 سالگی یعنی یک در واقع بزرگسال بچه 10 ساله. 10 سال فقط از اینکه داخل دنیای بزرگسالا وارد شده گذشته. اشخاصی هستن که حالا مهربانند، با احساسند، همه چیزشون صاف و ساده است. وارد یک رابطه میشن، ازدواج میکنن و بعد از اینکه ازدواج کردن به طولی نمیکشه که طلاق میگیرن، ضربه عاطفی میخورن یا بازیچه میشن، خیانت تجربه میکنن و همه چیز تو ذهنشون از هم میپاشه، همه چیز توی وجودشون نابود میشه، روانشون تکه تکه میشه. به شخصی که همواره اعتماد داشتند حالا اون شخص بهشون خیانت کرده. به کسی که تمام عشق و وجودشون بوده حالا اون شخص دیگه نیست. به شخصی که همه زندگیشون رو حول محور اون چیده بودن و برای اون برنامه‌ریزی کرده بودن حالا گذشته رفته. خیلی سخته، خیلی دردناکه. دردش جسمی نیست، درد روحیه. دردیه که کسی نمیتونه درکش کنه. بلند بلند گریه کنی دردت بیشتر میشه، درون خودت گریه کنی از درون میپاشی. ببینید، توی چیزهایی مثل جدایی و طلاق ایده من و نظر من اینه که هر دو طرف مقصرند، حالا یه نفر بیشتر یه نفر کمتر، اما اون کسی که با احساس، مخصوصا تو جدایی هایی که با خیانت، جدایی هایی که با ضربه های شدید روحیه، اون کسی که تمام احساسش رو گذاشته بوده، اون کسی که تمام وجودش رو داخل اون رابطه گذاشته بوده و یهو یه همچین شوکی بهش وارد میشه، از بین میره. بعد که میگذره این جریان، افراد به 2 دسته تقسیم میشن. یا خودشون رو جوری بار میارن که دیگه میگن نمیتونن نه کسی رو جایگزین کنن، نه کسی رو وارد کنن، نه دوباره از اول شروع کنن. اما بعضی از افراد با خودشون صحبت میکنن، رو راست میشن و میگن نه، از اول شروع میکنیم، دنیا به پایان نرسیده،
اون فرد نامناسب بوده، حتما فرد مناسب پیدا میشه و اینو به دیده تجربه نگاه میکنن. من نمیگم کدومش درسته یا کدومش غلطه، هر کدومش در جایگاه خودش برای هر فردی میتونه بهترین باشه. اما یه چیزی هست، هیچ کدوم از این دو دسته به آدم قبلی تبدیل نمیشن. اون شخص اولی دیگه نیستن. یه مسئله جالب بهتون بگم، حتی اون شخصی که تصمیم میگیره همه چیزو به عنوان یه تجربه نگاه کنه و دوباره از اول شروع کنه، احساساتش از نظر من به دو دسته تقسیم میشه. احساسش دیگه احساس خالص نیست، احساس منطقی و احساس عاشقانه با هم. در جاهایی که احساس عاشقانش زیاده، منطق رو کنار میگذاره و یه فرد عاطفیه، و در جاهایی که دیگه میبینه احساس عشقش یا عاطفیش دیگه داره کم رنگ میشه، منطقش میاد جلو. ولی از هیچ کدومش دیگه صد قبل رو نداره. اینو توی یکی از شورت ویدیوهام گفته بودم، اینجا هم باز میگم که خیلی‌ها افراد رو هیولا صدا میکنن اما نمیگن که کجای این داستان این هیولا ساخته شد، به دست کی ساخته شد. خلاصه که آدم‌ها خیلی تحت فشارهای زیادی قرار میگیرن و تیکه تیکه میشن. آدم‌ها رو بر اساس گذشته‌هاشون قضاوت نکنید، بر اساس حالشون هم قضاوت نکنید. قضاوت کردن کار اشتباهیه. شما یه آدمو می‌بینی الان عصبانی، خشمگینه، یا آدم مغروریه، باهاش رفت آمد نمی‌کنی، در صورتی که تو نمیدونی چه اتفاقی براش افتاده که به این فرد تبدیل شده. یا آدم می‌بینی الان مهربون، گذشته‌شو میاد میگه قطع رابطه باش می‌کنی، تو که نمیدونی این آدم چقدر تغییر کرده تا از اون گذشته بیرون بیاد. قضاوت کردن کار اشتباهیه. خوبی ها رو هم نکشیم، خوبی ها رو از بین نبریم. اگر فردی با ما خوبه، اگر فردی با ما مهربونه، اگر فردی با ما احساسیه، از بینش نبریم، نکشیمش. افرادی که ضربه های بد عاطفی توی جدایی ها، توی طلاق ها، توی شکست ها میخورن، ممکن دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشن و اونجوری دیگه هیچ وقت با کسی رفتار نکنن. خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم با افراد چجوری برخورد میکنیم. و اما افرادی که برای بار دوم یا حتی بار سوم، بار چندم وارد زندگی افرادی میشن که به اصطلاح عشق اولشون نیستن، یه مقداری باید حواسشون بیشتر باشه. نباید قصه اینو بخورن که آخ دیگه مثل بار اول عاشقم نیست. چرا من عشق اولش نبودم؟ چرا دیگه؟ یعنی بقیه رو چجوری نگاه میکرده که الان منو مثلا اینجوری نگاه میکنه؟ کاش من میتونستم اونجوری که بقیه رو نگاه میکرد، قبلی‌ها رو نگاه کرده بود، منم نگاه میکرد. خیلی دنبال این چیزا نباشیم. بیشتر دنبال این باشیم که اگر یه نفر حتی با اون همه مشکلات برگشت بهمون گفت دوست دارم، عاشقتم، میخوام که ادامه زندگیم با هم باشی، بدونی که یه فردیه که خیلی داستان‌های زیادی و پشت سر گذاشته و الان که داره این حرف رو بهت میزنه و تمام وجودش داره این حرف رو میزنه. البته که یه سری افراد هم هستن که بیماری‌های روانی دارن، اینجوری گول میزنن، نمیدونم سر خودشون و سر کسی دیگر شیره میمالن به خاطر مقصودها و قصدهای خیلی پوچ و اصلا بی‌ارزش. اما افرادی هم هستن که خالصانه و صادقانه دنبال آرامشن و پیداش میکنن. شاید وقتی شمایی که آرامش اون شخص شدید بهش برسید اولین نفر نباشید، ولی مطمئن باشید آخرین و تنها امید زندگی اون فرد بودید که شاید اگر شما رو پیدا نمی‌کرد دیگه واسه همیشه از این دنیا دل می‌کرد و دیگه امیدی به این دنیا نداشت. با هم دیگه صحبت کنید، با هم دیگه حرف بزنید. جمله همیشگی من، همه چیز در این دنیا با صحبت حل میشه به جز مرگ. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم و
تو این دنیای سخت، تو این روزهای سخت، تو این دوران سخت به احساسات توجه ویژه‌ای کنید و نذارید بمیره. خیلی مراقب خودتون باشید. دوست داشتید لایک، سابسکرایب و نظراتتون برامون کامنت کنید. خدا نگهدار.